به نام خداوند آفریننده زیبایی ها. سلام. سلام دختر قشنگمون آیدا خانوم. تونستی منو پیدا کنی؟ ای آبشار قشنگ، آیدا ما رو ندیدی؟ اینا زبون آقلا کجا قایم شد دوباره؟ کجا رفت؟ تو این دشت واسفات کی رفتی اینجا؟ چطوری اینقدر تو اونجا بیجا میشی؟ اسب قشنگم. وای اسب قشنگ. خوشحال. خدا در خدمت شما هستیم با یک آموزش بسیار جذاب از نرم افزار اینشات با عنوان عمق دادن به تصویر. ببینیم که با هم این کار جذاب رو شروع کنیم. برای این کار نرم افزار اینشات رو باز میکنیم. بعد قسمت عکس نگاه کنید، از صفحه اصلی قسمت پیکچر عکسش انتخاب بکنیم و جدید رو میزنیم. اون عکس مورد نظر خودمون رو انتخاب میکنیم. وقتی اون عکس مورد نظر ما اومد، تو اون قسمت پایین، تبای پایین، برش رو که عکس یک فرد با یه نقطه‌ش کنارش انتخاب میکنیم. خب ببینیم یه درخت بر ما ظاهر شد، اما ما کاری به درخت نداریم. پاک کن رو انتخاب بکنیم، درخت رو پاک میکنیم. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم اون پایین اون بوته گلا برای ما انتخاب بشه. برای همین قلمو رو فشار میدیم. قلمو رو که فشار دادیم میبینیم یه همون عکس رو به ما نشون میده. ما چیکار میکنیم؟ میام اون قسمتی که میخوایم و با رنگ و برجستهش میکنیم که بوته گل باشه. حالا با دقت و ظرافت میتونیم اون بوته گل رو انتخابش کنیم به اضافه این انارای قشنگ داخل سبد و گلای کنارش. خب حالا ما اینا رو برجسته کردیم که تو قسمت بعدی میخوایم ازش استفاده بکنیم. تایید و فشار میدیم، بعد بازم دکمه تایید فشار داده میشه و ذخیره رو میزنیم. خب حالا این برای ما ذخیره شد. خب برمیگردیم به صفحه اصلی و دوباره این دفعه ویدیو رو انتخاب میکنیم. ویدیو رو که انتخاب کردیم، پروژه جدید رو انتخاب میکنیم و باز برمیگردیم به عکس خودمون. عکس اصلی رو انتخاب کنیم، تایید رو میزنیم. خب حالا عکس اصلی اومد. اگه تو نوار اون قسمت پایین همینجور که بلدین اون فلش سمت راست دستمون رو نگه داریم، میتونیم زمانش رو اضافه کنیم. خب حالا دکمه PIP رو فشار میدیم. PIP رو فشار میدیم، اون بوته گل قشنگمون رو اضافه کنیم به کار. خب همینجور که میبینید بوته گل قشنگمون اومد. حالا از بالا سمت چپ همینجور که دیدید دکمه رو فشار میدیم با دست، با دو تا انگشت رو از هم فاصله میدیم تا بتونیم این بوته گل رو تطبیق بدیم بر اصل عکس. خب دوباره PIP رو میزنیم و حالا اون عکسی که دوست داری، حالا عکس خودتونه، فردی سوار بر وسیله است که از تو عکس در آوردیم و بر هم مونتاژ کردیم، فرق نمیکنه بر سلیقه خودتون. حالا اون عکس مورد نظر رو من میارم. خب اون عکس رو ببینید بچه‌ها چقدر قشنگه. خب حالا چیکار میکنیم؟ دیگه این سلیقه خودتونه. ببینید تو نوار الان بالاتر از عکس اصلی یه بوته گله و یه دونه اسب. الان اسب انتخابه.
اگه من باید انگشتم روی بوته فشار بدم بوته انتخاب بشه. الان چه شد؟ باریکلا اسب رفت پشت بوته قرار گرفت، بوته گل قرار گرفت. درسته یا نه؟ یعنی ما یه کاری کردیم که عمق دادیم به تصویر. خب باریکلا. حالا این دیگه به سلیقه خودتون، میتونید صدا گذاری بکنید، یه ارتباطی بگیرید با اون فردی که داخل اون تصویر هست و در حال حرکته و اینجوری یه جلوه قشنگی پیدا کنه. به اضافه یه موسیقی هم میتونید مثل اول کار که ما این کار انجام دادیم درست بکنید و به یک فردی، به یه بچه‌ای هدیه بدیم و اونو خوشحالش کنید. خب حالا برای خاطر اینکه جلوه پیدا بکنه من یکم دوتا را تو نوار انتخاب بکنم، اون فلاش آخرش سمت راست رو نگه میدارم، یکم میکشم که یکم زمان بیشتر داشته باشیم. بعد که این کار انجام شد، خب این کار انجام شد، حالا میتونیم به عکس جلوه بدیم. یعنی من برش دارم مثلا از اون آخر. خب حالا همجور که میدونید مثلث رو که یه مثبت داره میزنیم روش، بعد میاریم اسب و جلو، یعنی تازه اومد توی داخل تصویر. خب خط نوار اسب رو میاریم جلوتر، دوباره مثلث رو فشار میدیم، مثلا اسب بزرگتر میشه. بعد حالا یکم میریم جلوتر، دوباره مثلث رو فشار میدیم، حالا کوچیکتر میشه، مثلا یکم به جلو حرکت میکنه، دوباره خط و نوار رو میبریم جلوتر، مثلث رو فشار میدیم، حالا دوباره میگیم به نرم افزار متوجهش میکنیم که ما اسب انتظار داریم. الان چیکار کنیم؟ دوباره مثلا اسب بزرگش بکنیم، دوباره میریم جلوتر، تو این زمان این کار انجام میده، مثلث بشه و حالا میگیم از کوچیکتر شو و از تصویر برو بیرون، خدا حافظ، بیرونش میکنیم و دوباره مثلث رو فشار میدیم. حالا برمیگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاد. ببینید الان عکس اومده جلو. میتونیم یه تکنیکی هم استفاده بکنیم، کاتش کنیم و از پشت بوت اسبو بیارم من جلو، ولی خب میترسم میگم یه گیج بشی، برای همین این کارو نمیکنم. و یا میتونیم که وسط کار مثلا اینجا اون بالا زیر خود عکس این قسمتی هست که یه خطی داره، ببینید میشه حتی اینا کم یه کاری کرد که مات بشه، یعنی جلوه پشتش داخل اسب پیدا بشه. توی زمانی میتونیم این کارا رو هم انجام بدیم اگه دوست داشته باشید. خب حالا اگر من تو این نواری که هست و تو داخل نوار همونجور که میبینید اسبه و بوته رو انتخاب بکنم، بوته کجا میاد؟ باریکلا بوته میاد جلو و اسب میره پشتش. مثل اینه که عکس ما و ویدیو ما عمق پیدا میکنه. ببینید حالا پروژه کار. حالا اگه روی صدا باشه و یه آهنگ قشنگ چقدر برای بچه ها جذابه و جالبه و خوششون میاد. انشالله هم که شما از این کار ما لذت برده باشید و میتونید آخر کار این وقتی کار رو به پایان رسوندین شما این علامت شما میتونید کار رو تایید کنید، علامت تایید رو بزنید، بعد ذخیره سازی رو فشار بدین و این کار قشنگ رو ذخیره بکنید. انشالله که موفق و پیروز باشین. تا آموزش بعدی خدا یار و یاورتون.